بچه ها، من داخل سالن هستم. اینجا آمدم جوجه ها رو بهتون نشون بدم. بچه ها اینجا جوجه ها، خب وقتی جوجه ها اینجا پخش هستن یعنی این جوجه حالش خوبه، یعنی همه چیز میزانه. وقتی بال میزنه یعنی خیلی دیگه جاش میزان و هواش دیگه اوکیه. خب بچه ها این نکات ریزی که من با تجربه دست آوردم دارم بهش در اختیار شما قرار میدم. عرضم به حضور شما این لوله هایی که میبینید اینجا که قبلا بهتون گفتم برای تهویه هوای. خب هوا رو از اینا برای تهویه میکنن که از بیرون هوای تازه بیاد. از طریق این هواکشا تهویه میچرخه هوا توی سالن، بعد از طریق اون هواکش میره بیرون. آره بچه ها، همینطور که هر روبرو هر نکته یادم بیاد بهتون میگم دیگه. بچه ها سالن موقع گوشتی، حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، همراه من باشید تا نکات مهم رو بهتون بگم.